بچه خوش اومدین این به یه ویدیوی دیگه. خب من گفته بودم بهتون، فکر کنم رو گفته بودم که من پارکورم خوب نیستش. بازشم تمرین میکردم که خوب بشه، که الان تمرین نکردم راستش. که قرار بود بکنم، گفتم اینا رو مثلا تو چند وقت دیگه برم، ولی مرحله اولش اینه، گفتم برم اصلا ببینم چجوری هستم من، چون اصلا پارکور نمیرم زیاد، مثلا این کلاچ من بیشتر شاید برم، شاید اونم ها ها واقعا میتونم برم اونجا با همین سادگی. خب با همین سادگی میریم مرحله دوم. خب سرعت وای یه دونه دیگه، یه دونه شما باید برم اونجا. آره اونجا مساعد نزدم چای رو نیفتم، دقیقا گفتم نیفتم، همون موقع دستم خورد افتادم. چرا؟ نه واقعا چرا؟ اصلا میپرون میره هوا، پریدم رو واقعا بدیم. به خدا پرید، به خدا پرید چرا قبلی این بودش نمی پرید، سخت مثلا پریدن اونو مثلا سخت تر کردن، یعنی اینو نمیتونم دوم خدا اینو نزد حتما لازمه کنم. آره صورت نداشته باشی نمیره، مخصوصا این. آره اینو بریم، این دوتا که ساده شدن، اینا هیچ. این آخری بعد لج داره نمیشه واقعا، این نمیشه اصلا، غیر الممکن نولان و تونستم، یعنی من اینو نه یس اصلا چیکار باید بکنم اینو یکی اصلا به من بگه. بکنم باید بریم بالا این باید اینجوری باشه. آها چه باید بریم، آها اینه. نزده بودم نمیدونم، سرعت نداشتم من. چی بود؟ اینم نزدم. میزنیم بچه قطع میشه، من اصلا میگم که بلد نیستم از ماینکرافت واقعا بچه چیز خیلی پیچیده یه، مثلا اگه چیزاشو یاد بگیری واقعا یه یوتیوبر خوب میشه به نظر من. نظرتون رو تو کامنت ها بنویسید. همین که اونو رد کردم نعمتی بود. مرحله 2 یعنی 3، این 3 دارم این کار میکنم، فکر کنم تا 100 داره این. ببینیم اونا چی میشه دیگه، مثلا روزی اصلا میرسی که من برای شما اونو بذارم. نمیدونم حالا شاید هم همینجا همین ویدیو رو آپلود کنیم تا بره دفعه بعدی تمرین باز میکنم تا فردا زیادتر بتونم که دیگه اینقدر نمونی الکی همینو تکرار نشه. آقا همین بس، 2 بار میرم، اگر نتونستم
درود و خدا حافظ. همینی که گفتم میشه نمیشه که رفیق حاجی همین عالی همینه چون میشه ماما ساکت باشی باشه خب آقا بریم نمیشه بچه این دفعه آخر yes چشم منی خب بچه صدا خیلی زیاد حالا خب حاجی این حاجی خب بچه خب بریم حالا این چهارم من زیاد رو اینا نمیدونم خوب هستم یا نه همیشه همینجوری بوده که نمیتونستم چجوری میکنی شما خدایی سخته بسیار سخته نمیزنی میپ سرعت زنم زیاده ها وای به خدا این آخری نمیشه سر همین این شکم ولی اصل کاری دیگه اصلا اینجوری برای اون سخت میشه اینه این بپری نه با بعد رو این بپری بعدشون نه چون نه فکر من دارم اشتباه میپرم نه برای اون بپری آها آره آسان تر اینجوری من تا الان داشتم اشتباه میرفتم آخه بچه خیلی حرسی که اینجا الان بیفتم یعنی اصلا نمیدونم جا باید نه دهنم سرویس شد تا اونجا برسم حالا زرد افتادیم پایین آها این از این بچه ها یه فکر بجای که بپریم اون چرا نمیپریم اون نه سخت نمیشه آیا وای نزده آن دیر زده اون یکمی بهش چیز میدم چون ای به مخم من تا این مرحله 4 رو تموم نکنم کات نمیدم این کات این ویدیو رو تموم نمی کنم صدایی که میاد اتاق نداریم حالا همینم کفایت صدا زیاد میاد صدا تلویزیون ناسش حالا بچه تا این مرحله 4 رفتیم تا اینجا حالا تو ویدیوی بعد بقیهشون هم برای زوم میذارم چون واقعا خیلی سخته برام اصلا برای همین هم به زور میرم واقعا حالا باز تمرین میکنم همینا رو که بریم از همینجا موقع تا 100 داریم بریم دیگه بسید ببینم تا چند داره
اینا هم هستن. فکر کنم اون آخریشونه. این ساده ها. چه عاشق اون بودم. من عاشق این چیز میزنم. مثلا تو یوتیوب میبینم این چیز رو میسازن، خیلی عشق میکنم. آخ این یه نمیفهمم. 91 تازه لام هسته ببینینا که میمیری. باید یعنی انقدر سرعت داشته باشی سریع اینا رو بری. بدبختی. فکر کنم تا مرحله 100 رفتن بیخیال بشم مثلا بچه ها. واقعا این تازه 91 خیلی سالم. اینا که هستن توشون چه باحاله. چیزاشون باحالن کلن دیگه. اینا مثلا اینا دیگه. خب حالا تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.